لحظات دیگر امین میرزاده بر تشک خواهد اومد. همچنین فردین هدایتی گوینده سالن اعلام میکنه. تصاویر مشاهده میکنید هدایتی رو با باند آبی و حریفش امین میرزاده با باند قرمز شما از آن مشاهده میکنید. کرمانهای زیادی اومدن برای رقابت تماشای این رقابت. بزرگان کشتی هم حضور دارن. رئیس هیئت کشتی مادرن آقای دشایگان، رئیس خوزستان آقای جمالپور، قهرمانان المپیک. خدمت بینندگان از برنامه اداره تالی همچنین همکار هستم آقای شهاب قاسمی و آقای حسینی و کیا قاسمی سلام عرض میکنم. رقابت وزن 130 کیلو رقابت انتخابی تیم ملی که امین میرزا زاده را مشاهده میکنیم و این فردین هدایتی دو دلاور از خوزستان و مازندران. داور وسط آقای یاسر از عراق این مبارزه رو قضاوت میکنه. قاضی آقای رستمی پور و رئیس تشک آقای رحیم پور. مبارزه در سطح جهان و المپیک شما از آن مشاهده میکنید. داور وسط یاسر از عراق به سوت خودش میدمه. مبارزه آغاز میشه. یه مبارزه جذاب و دیدنی. امین میرزاده دلاوری که در مسابقات 2022 موفق شد قهرمان جهان بشه، 2023 موفق مدال طلا بگیره، 2024 برنز و 2025 هم طلا گرفت. فردین اعدادی قهرمان جوانان جهان، قهرمان امیدهای جهان و قهرمان آسیا در سال 2025 دو بزرگ کشتی ما در مقابل همدیگه قرار گرفتن. آقای یاسر قضاوت خوبی هم در مسابقات گذشته داشت و به همین خاطر کار قشنگ آقای مسلح پور یه داور عراقی رو گذاشتن که دیگه حرف حدیثی هم نباشه، بی‌طرف در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن. دو کشتیگیر، همه بزرگان کشتی در سالن حضور دارن. آقای قاسمی رضایی قهرمان المپیک، آقای میرحسین نزاری قهرمان المپیک اینجا موفق میشه با یک حمله پای حریف خودش خارج کنه و اولین امتیاز رو بگیره. فردین هدایتی با حملات کوبنده خودش جوانی، شجاعت، آمادگی در مقابل تجربه بالای امین میرزازاده. تعداد زیادی از مازندران اومدن برای تماشا همین کشتی. تعدادشون قابل ملاحظه. یک بار دیگه تعادل رو به هم میزنه و سعی میکنه که پای امین میرزازاده رو تو خارج کنه. دوم امتیاز رو میگیره. یک اخطار هم برای اون در نظر میگیره داور. ببینیم که اخطار تایید میشه یا نه. داور وسط اخطار رو داد اما رئیس تشک و قاضی تایید نکردن. 2 رأی از 3 رأی معتبر هست. با حملات کوبنده فردین هدایتی اومده تا بتونه پیراهن تیم ملی رو تصاحب کنه. اعتقاد دارم هر کشتی که اینجا برنده بشه در مسابقات جهانی هم مدال طلا خواهد گرفت. بازنده هم میره برای بازی‌های آسیایی که اون هم بسیار مهم است. تقاضا اخطار میشه برای امین میرزازاده در خاک پات بشینه. 3-0. حالا سرپا تعیین خودش سرپا رو انتخاب میکنه و نظرش اینه که از نظر نفس امین میرزاده رو از پا در بیاره. جوانتر هست، از نظر نفس آمادگی بالاتری داره و سنگین وزن هست. میدونست اگر 20 ثانیه استراحت کنه به نفع میرزازاده خواهد بود. به هر حال این هم یه تاکتیک هست که فردین هدایتی اتخاذ کرده. تا این لحظه 3-0. فردین هدایتی نیاز به 2 پیروزی داره و امین میرزازاده به 1 پیروزی. باز هم در سرشاخ روی دستان هم یه کار میکنن. تهاجمی کار میکنه فردین هدایتی. یک بار دیگه تعادل رو فهم میزنه و سعی میکنه که با رد خارج کنه. با یه خالی کردن و گام برداشتن اصولی نمیذاره که پاش از تشک خارج بشه. تماشاگران مازندرانی که از شهر آمل اومدن با ندای فردین هدایتی رو مورد تشویق قرار میدن. یک کشتی جذاب و دیدنی. هر کشتیگیری که پیران تیم میره به تن کنه میدونیم که بتونه قهرمان جهان بشه. باز هم در سرشاخ تقاضا اخطار میشه برای امین میرزازاده. از ثانیه اول مبارزه مهاجم ظاهر شده فردین هدایتی. با حملات کوبنده خودش میدون اصطلاحاً از امین میرزاده گرفته و میدونداری میکنه تا این لحظه. باز هم در سرشاخ
فردین هدایتی تلاشش بیشتر هست و مرتب سعی میکنه که حریفو به عقب هدایت کنه. بیشتر در وسط میدانداری کرده. امین میرزازاده قهرمان 2 ساله جهان، نفر 3 المپیک، نفر 2 جهان، در همه مقاطع سنی جوانان امیدها مدال طلای جهان را گرفته. وقتی 30 سال فرا میرسه میرن نظام مربیان خودشون. آقای حسینی در یک طرف، مربیان مازندران در طرف دارم، آقای محمدی و طالبان نکات لازم رو به کشگیران خودشون تذکر میدم. یه خسته نباشی هم بگیم به فوتبالیستای عزیزمون که امروز صبح بازی بسیار خوبی رو ارائه دادن. 2-2 برابر با این همه مشکلات ویزا و مشکلات رفت آمدی واقعا غیرت ایرانی رو و تعصب ایرانی رو معنا کردن. بدون که در بازی‌های بعدی بتونن با بازی‌های قشنگشون دل مردم رو شاد کنن. خدا قوت بهشون میگیم و براشون آرزوی موفقیت داره. موفقیت تیم فوتبال کشتی و همه موفقیت مردم ایران هست. متعلق مردم مهربان و دوست داشتن ایران. با سود داور وسط یاسر کشتی آغاز میشه. داور عراقی در ابتدای کار حالا یه مقدار کار کنه امین میرزا طبق عرف کشتی به حریفش اخطار خواهند داد، اما ببینیم که حملات هدایتی فردین هدایت بیشتر و کوبنده تر هست. در تلاش هستن که بتونه پای حریف خودش خارج کنه. اینجا موفق بشه پای حریف خارج کنه. پای حریف خارج میکنه. حالا تقاضا چالش میکنن. تقاضا چالش نظرشون بوده که حالا ببینیم که همچنان در فیلم بازبینی میشه توسط آقای مسلحی پور، آقای رحیمپور، آقای کامران سلطان‌زاده و آقای آقا ولی فیلم بازبینی میکنن و بعد اون رأی رو اعلام میکنن. اگر ما هم حرکت هاسته رو ببینیم در خصوصش توضیحاتی خواهیم داد. آقای حمیدیاری هم به مربیان امین میرزاده میگه که برن در جای خودشون بشینن. سرپرست برگزاری مسابقات و رقابت ها با نظم انضباط قابل قبولی تا این لحظه برگزار شده. امیدوارم که تماشاگران و طرفداران دو کشتیگیر احساسی عمل نکنن و هر دو جوانان برومند ایران عزیز هستند و افتخار هستند. یک شومیر جهانی بازنده میره بازی آسیایی. اینجا ببینین. خب به این شکل یک بار دیگه با هم میبینیم. خب اگر سر خب آقای مسلحی پور طبق مقررات تلویزیون کشی توضیحاتی هم دادن و اعتراضشون مورد قبول واقع میشه و باز هم خب یک امتیاز میگیرن. نظرشون به باز سر زده. اگه این سرها نظر هیئت جوری بوده و من نظر هیئت جوری رو خدمت شما از آن اعلام میکنیم. توضیح هم دادن آقای مسلحی پور. نیاز به یک کاشتی داره، به یک پیروزی داره میرزاپور و حریفش به 2 پیروزی. حالا ببینیم که چه خواهد کرد. تقاضا اخطار برای باند آبی، یک امتیاز فنی برای باند قرمز. به خاطر خدمتتون هستم عرف کشتی از وقت اول رو به میرزازاده اخطار بدن، وقت دوم به هدایتی اخطار میدن. کشتی حالا 3-1 میشه. ببینیم که میتونه باراندازهای کوبنده خودشو روی این دلاور مازندرانی که بسیار آماده هست، فوق العاده آماده هست، برنامه میرزازاده مقدار خسته کرده. ببینین حالا بیاد تا اینکه نفسی هم چاق کنه میتونه باراندازهای خودشو به اجرا بذاره. خیلی طول بده میتونه داور خاک از او بگیره. میاد میشینه کنار یکی دلاور از خوزستان شهر گوتمن، دیگری از مازندران شهر آمار، شهر المپیکی ها. حالا میره برای اجرا فن بارانداز، به دنبال اجرا فن بارانداز هست، سعی میکنه بارانداز به دستار فیکس کنه، همچنان به دنبال فیکس کردن است. دستار رد میکنه، رفته میتونه که بارانداز به اجرا بذاره، میتونه بارانداز به اجرا بذاره. از سمت راست کاملا از هم با پا هم با دست بسته، کاملا میدونه که از سمت راست بارانداز میزنه و فردین هدایتی هم رو شناختی روی کشتی امین میرزازاده از سمت راست هم با دست هم با پا
از دو طرف بسته بود تا اونکه نتونه بانوزو به اجرا بذاره. سرحالتر و قبراقتر ظاهر شد فردین هدایتی، کوبنده تر ظاهر شد و 3-1 تا این لحظه پیش هست. اگر کشتی برنده بشه هدایتی، یک کشتی دیگه هم باید برگزار، چون هدایتی به 2 پیروزی نیاز داره و در خلال برنامه ها اون کشتی رو هم برای دوستان کشتی از شبکه 3 پخش خواهیم کرد، یعنی کشتی دوم رو. اگر میرزازاده برده بود تمام بود کار، اما فردین هدایتی به 2 پیروزی نیاز داره و اگر این کشتی رو ببره، کشتی بعد رو هم در خلال برنامه خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. باز هم در سرشاخ حالا کشتی رو آروم میکنه و امین میرزازاده هم یه مقدار خسته شده و اون انرژی که باید برای کسب پیروزی کسب کنه رو نداره و حمله نمیکنه و ایستاده تا هدایتی هم استادانه و زیرکانه کشتی رو اداره میکنه، در تلاش هست تا اینکه بتونه 2 دست 1 دست رو مال خود کنه. حملاتش کوبنده تر بوده و تونسته 3 امتیاز بگیره. میشه من کمرگیری یه لحظه ناموفق، نمیتونه به دستان پرتوانش عبور کنه. دستان آماده و پرتوان فردین هدایتی که برای این کشتی آمادگی روحی و ذهنی و جسمی قابل قبولی رو داره. کشتی رو آنالیز کرده، از نظر بدنی خودش آماده کرده، از نظر روحی و ذهنی خودش آماده کرده برای مبارزه با قهرمان جهان و نفر سوم المپیک. 15 ثانیه میشه من کمرگیری، یک بار دیگه کمرگیری با خیمه حریف مواجه میشیم رو پشتش خاک میکنه و موفق میشه یه 2 امتیاز دیگه بگیره و کشتی رو 5-1 میکنه. 5-1 ثانیه پایانی، 2 ثانیه 1 ثانیه و وقت تمام میشه. فردین هدایتی موفق میشه با نتیجه 5-1. امین میرزازاده قهرمان جهان و نفر سوم المپیک رو شکست بده. به 2 کشتیگیر خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم. هر دو دلاور سرمایه های ایران عزیز هستند. هر دو دلاور سرمایه های ایران عزیز هستند. خدا قوت به 2 کشتیگیر. داور وسط آقای یاسر داور عراقی خوبم قضاوت کرد، دست فردین هدایتی رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. در شبکه 3 فرصت در اختیار همکاران در پخش و آقای شاب قاسمی قرار میدم، اما در شبکه ورزش و شبکه استانی کرمان همچنان در خدمت